دستهی منتخب عمان را متخصص خرواتی برانکو ایوانکوویچ مشق می‌دهد. این متخصص سال 2006 دسته منتخب ایران را به بازی‌های نیویی چمپیونی جهان برآورده بود. او از سال 2020 با دسته منتخب عمان است. فوتبالبازان عمان در مرحله اولی بازی‌های انتخابی جام جهان 2022 و آسیا 2023 از زینه دوم به مرحله سوم بازی‌های جام جهان را خط گرفتند و حق شرکت را در بازی‌های نیویی جام آسیا به دست آوردند. این معنای آن را دارد که حریف پرقوت‌ترین در گروه ا در جام کافا همین دسته محسوب می‌شود. شاگردان برانکو ایوانکوویچ هندوستان، بنگلادش، افغانستان را دچار شکست کرده از دسته منتخب قطر با نتیجه 2-1 مغلوب شدند. اکنون قطر سال 2024 حریف دسته منتخب تاجیکستان است در جام آسیا. مرحله سوم بازی‌های انتخابی جام جهان تیم منتخب عمان با دسته‌های عربستان سعودی، ژاپن، استرالیا و چین و ویتنام قرعه کشی شد و بعد غلبه غیر چشم داشتش بر دسته منتخب ژاپن با نتیجه 1-0 با گل از صبحی از عربستان سعودی 1-0 و از استرالیا 3-1 مغلوب گردید. ویتنام را باشد با حساب 3-0 شکست داد. با چین 1-1 بازید و چین در سال 2024 در یک گروه با تاجیکستان است در جام آسیا. همین مساوی نشان می‌دهد که ما باید در اینجا با دسته منتخب عمان خوبتر بازی کنیم. پس عمانی‌ها از استرالیا 3-1 شکست خوردند، از ژاپن 1-0، از عربستان سعودی با همین نتیجه و باز با استرالیا 2-2 بازی را مساوی انجام دادند و چین را با حساب 2-0 شکست دادند. ویتنام را باشد با حساب 1-0 و در گروه بعد عربستان سعودی، ژاپن و استرالیا جای چهارم را از خود کردند. با این دسته که با چین و قطر در بازی‌های انتخابی بازی کرده است، رقابت کردن امتحان جدی برای شاگردان شاگرد خواهد بود. عمان 4 مرتبه در بازی‌های فینالی جام آسیا اشتراک کرده است و 1 مرتبه بازی‌های 16-1 نیویی را خط گرفته است. در جام آسیای گذشته از ازبکستان 2-0 و 1-0 از ژاپن مغلوب شده بر ترکمنستان 3-1 غلبه کرده است و از ایران بعداً 2-0 شکست خورده است. با تیم ملی عمان فوتبالبازان تاجیک 3 مرتبه روبرو شدند که همشان دوستانه هستند. این بازی‌ها با غلبه عمان یعنی با حساب 3-0 خاتمه یافته است. سال 2007 4-2، سال 2018 2-1 و نهایت در همون سال 2018 1-0.